رفقا خوش اومدید به یه ویدیوی جدید. امیدوارم هر کجا که هستید حالتون حساب خوب و بالا و ردیف باشه. خب دوستان، در این ویدیو میخوام بهتون آموزش بدم که چگونه در ایونت جدید یه عالم اسکین باحال و خفن بگیرید به صورت کاملا رایگان. امیدوارم که خوشتون بیاد و اگر هنوزم کانالمو دنبال نکردید همین کانالمو دنبال کنید. اگه دوست داشتید ویدیو رو لایک کنید و کامنت بذارید و ویدیو رو باز نکنید. امیدوارم که خوشتون بیاد. پس بزن بریم. شما لازمه وارد قسمت ایونت ها میشه. وقتی که وارد قسمت ایونت ها شدید اینجا گزینه پنجمی رو میزنید. وقتی که گزینه پنجمی رو زدید اینجا میبینید که یه دونه آواتار گذاشتن به صورت همیشگی و کاملا رایگان که فقط 40 تا از این آیتما میخواد. بعد یه دونه اسکین گذاشتن 3 روز است و یه دونه هم ماسک گذاشتن که 3 روز است اینا که خیلی هم خوبه. بعد فقط واسه این هر دوتا 20 تا میخواد، یعنی اگه شما 40 تا داشته باشید میتونید این دوتا رو بگیرید و ازشون استفاده کنید که مأموریتش هم خیلی راحته. میاد به گزینه سومی. وقتی که وارد گزینه سومی شدید اینجا مشاهده میکنید که مأموریتش واقعا خیلی راحته. مثلا میگه که من اینا مثلا امروز همین الان گرفتم. مثلا میگه که وارد بازی شو، مثلا بازی رو پابجی رو باز کنی اینو بگیر یه دونه. بعد میگه که مثلا 2 تا بازی تموم کن یه دونه بگیر، 4 تا بازی تموم کن یه دونه بگیر، با دوستاتون در حال تیم بازی کن و مثلا یه بار در حال تیم بازی کن 2 تا بگیر. بعد میگه 3 تا در حال تیم بازی کن و 2 تا بگیر، که یعنی اگه شما هر روز بتونید 10 تا از اینا رو بگیرید بعد 4 روز میتونید هم این ماسک رو و همین اسکین رو به صورت کاملا رایگان بگیرید. و اگه هم نخواستید اینا رو بگیرید خیلی راحت میتونید بعد 4 روز این آواتار رو به صورت همیشگی و کاملا رایگان بگیرید. خب دوستان، امیدوارم که از ویدیوم خوشتون اومده باشه و لایک و کامنت و سابسکرایب و اینا از یادتون نره. تا ویدیوهای بعدی، خدا نگهدار.